سلام بیننده گرامی. امروز پنجشنبه 23 ایول است، ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرهای مهم فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاده هستم. برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید. دوستان ارجمند، در شرح هر برنامه شما درباره کی باز شدن مرزهای تاجیکستان به روسیه و ازبکستان میپرسید. باز شدن مرزها به وضع بیماری همگیری کووید 19 اصلا ربط دارد. ما هر روز از مقامات رسمی تاجیکستان و روسیه در این باره سوال میکنیم. این مسئله در بررسی حکومت‌های دو جانب قرار دارد، اما سنه عمیق باز شدن سرحدها، پروازهای منتظم هنوز معلوم نیست. در صورت آغاز پروازها و یا باز شدن سرحد یا سنه عمیق آن، ما نخستین و خیلی زود از آن شما را با خبر می سازیم. این زمان از روسیه عمدتاً از مسکو پروازهای چارتری صورت می گیرد. پرواز منتظم برقرار نشده است. تنها مسیری که پرواز منتظم برقرار شده است دبی دوشنبه دبی است که در یک هفته یک روز چهارشنبه صورت می گیرد. مسافران برای راه یافتن به این پرواز باید معلومات نامه درباره سلامتی نداشتن کووید 19 داشته باشد. با ادامه برنامه می رویم. وزارت کارهای داخلی از بازداشت جوانی خبر داد که از نام رستم امامعلی شهردار دوشنبه سوء استفاده کرده از دکان فاکولته فیزیک و متماتیک دانشگاه آموزگاری تاجیکستان 186,000 سامانه و ماشین آپل استر را گرفته است. بنابر اخبار وزارت کارهای داخلی، ساربان یعقوبوف جوان 27 ساله تاجیک از سال 2011 به دانشگاه آموزگاری تاجیکستان داخل شده تا سال 2013 تحصیل کرده و بنابر سبب نسپاریدن مبلغ شرطنامه از دانشگاه خارج می شود. یعقوبوف ماه سپتامبر سال 2017 از رقم‌های موبیلیش به دکان فاکولته فیزیک و متماتیک شریف رحمانوف زنگ زده خود را شهردار دوشنبه معرفی کرده. او را سپارش داده است که یعقوبوف ساربان جنش هست او را به دانشگاه برقرار نماید. این خواهش او اجرا می شود و دکان او را در کورس سیوم برقرار می کند. در روند تحصیل یعقوبوف ساربان به باوری دکان فاکولته در آمده. او را باور کنانیده است که نامبرده را به منصب سردار خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف تعیین می کند. در این مدت یعقوبوف از موقع گویا جیانی رئیس شهر بودن خود سوء استفاده کرده. از سال 2018 تا مارس سال 2020 و یک عدد اتومبیل آپل استر را با راه قلابی گرفته است. وزارت نوار اعتراف یعقوبوف را نشر کرده است، اما معلوم نیست او در چه شرایط چنین بیانات داده است. نظر وکیل دفاع و یا خود او تا حال دسترس نیست. ریاست کوفتگاه جنایی وزارت کارهای داخلی که اسرار جنی قلبکی رئیس شهر رستم امامعلی را فاش کرده است، از شهروندان دعوت کرده است اگر از دست این نفر فریب خوردند به تفتیشات خبر دهند. در گذشته هم در تاجیکستان اتفاق افتاده بود. جوان دوست سامان امامعلی فرزند خرد رئیس جمهور خود را معرفی کرده به رئیسان جماعت‌های ناحیه برای جدا کردن پارچه زمین فشار آورده بودند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که روز 22 ایول به سفر کاری از شهر حصار و ناحیه رودکی بازدید کرد، در جریان این سفر مهمان دو ساکن این دو منطقه از دهه حیاتی نو در حصار و دهه فلکان ناحیه رودکی شد. با اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در ناحیه حصار با خانواده طلبشاه دولتوف تشریف آورد. تلویزیون دولتی صحنه صحبت پرزیدنت با اهل این خانواده را در سر دسترخوان و تفتیش انبار خانواده نشان داد. در نوارها دیده می شود که این خانواده در ظرف شیشگی برای خود مواد خوراکواری ذخیره کرده است. نمایش انبار خانه های ساکنان به ذخیره غذا در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان روز 9 ایون بار دیگر از رئیسان شهر و ناحیه طلب کرد که هر یک عائله باید برای 2 سال ذخیره نمایند. بعضی از ساکنان طلب رئیس جمهوری تاجیکستان را درباره داشتن ذخیره 2 ساله خوراکواری از نگاه نظروی فکر خوب ولی عملا اجرایشش را دشوار می‌دانند. ساکنان میگویند اول برای ذخیره 2 ساله پول، انبار خوب، معاش مناسب ندارند. رئیس نوی انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان پیوند نورالدین نسیموف کارمند دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان منصوب شده است. رئیس پیشین این انجمن سبحان کاشانوف ژورنالیست معروف روز 22 ینور از عالم چشم پوشیده بود. سبحان کاشانوف قبلا سردبیری جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان را بر دوش داشت و از ماه فوریه سال 2014 رئیس اجرایی جمعیتی پیوند شد.
از جمعیت پیوند روز 23 ایول به رادیو آزادی گفتند که نورالدین نسیموف نامزد علم ادبیات تاجیک بوده، در رشته ادبیات و فرهنگ تاجیک تحقیقات‌های انجام داده است. سابق مشاور کلان رئیس جمهور اسام الدین صلاح الدینوف از سال 2008 به این طرف مسئولیت جمعیت فرهنگ پیوند را بر دوش داشت. انجمن تاجیکان و فارسی گویان جهان با تشبث اکادمیک محمد عاصمی 28 اکتبر سال 1989 تأسیس شده و در آن جمعیت پیوند بنیاد گردید. رهبری جمعیت پیوند را پس از محمد عاصمی دانشمندان تاجیک عبدالقادر منیازov و کمال عینی بر دوش داشتند. در سالگرد نخستین استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1992 انجمن یکم تاجیکان و فارسی زبانان جهان برگزار شد. طبق اطلاع جمعیت پیوند فعلا در کشورهای مختلف عالم حدود 40 میلیون تاجیکان به سر میبرند. متخصصان ازبکستان در یک جایگه با شریکان چینیشان ممکن است سومین و آخرین آزمایش واکسن ضد کرونا ویروس را براه مانند. در این باره رسانه‌های ازبکستان خبر دادند. سفیر ازبکستان در چین بختیار سعیدوف از رئیس شرکت چینی سینوفارم گروپ لیو تسین زینژن امکان مبارزه مشترک دو کشور را ضد کرونا ویروس بررسی کردند. جانب چین از موفقانه انجام شدن دو آزمایش واکسن ضد کرونا ویروس خبر داد که واکسن های مذکور را شرکت سینوفارم گروپ ساخته است. چند پیش مرحله نهایی آزمایش میان ساکنان چین شروع شد. رهبری شرکت چینی پیشنهاد کرد که همین نوع آزمایش در ازبکستان هم انجام شود. گفت سفیر ازبکستان در چین. به نوشته رسانه ها آزمایش همزمان در امارات متحده عربی نیز انجام می شود. طرح ریزی سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزپ بارل صحبت تلفنی سه جانبه با وزیران کارهای خارجه ارمنستان و آذربایجان دایر نمود که هدف آن آرام نمودن وضع در مرز آذربایجان و ارمنستان بوده است. صحبت تلفنی 22 ایول اولین گفتگوی مستقیم وزیران کارهای خارجه ارمنستان و آذربایجان بود. دیپلمات اروپایی از دو طرف درخواست نمود که فوراً آتش بس اعلان نموده اقدامها با هدف تحکیم نظم و ثبات را پیاده کنند. همین گونه پیشنهاد 22 ایول از جانب دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش مطرح شده است. دبیر کلی سازمان ملل توسط تلفن در صحبت‌های جداگانه با پرزیدنت آذربایجان الهام علیف و سروزیر ارمنستان نیکول پشینیان پیشنهاد کرد که مناقشه‌های مرزی فوراً خاتمه یافته جانب‌ها سر میز مذاکرات برگردند. در برخوردهای مرزی که 12 ایول آغاز یافتند 12 نظامی آذربایجانی و 4 سرباز ارمنی کشته شدند. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزاد ویدیو در یوتیوب و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک آرنکلاسک همراهی کنید. اگر هر جایی که هر حادثه هر خبری را می‌بینید که مفید برای حل مسائل مهم تاجیکستان است، ما را آگاه کنید. خدا نگهدار شما.